با سلام به تمام عزیزان و دوستانی که این سلسله صحبت ها رو با آقای دکتر ضیا صدرالاشرافی در شاید بگیم بازخوانی یا ادیتوری دوباره کتاب در تاریک هزارها نوشته زنده یاد دکتر اسکندری ایرج اسکندری با ما تعقیب می کنند. ما رسیدیم به قسمت یا بگیم بخش 4 پیدایش دولت ایلام و فصل اول که شهر و شهر دولت هست و این بحث در ویدیو 72 امروز ادامه پیدا میکنه. خسته نباشید آقای دکتر، خیلی خوش اومدید. ادامه میدیم برنامه رو با شما و میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خیلی تشکر میکنم دوست ارجمند سرکار خانم دکتر سیمین صبری و سلام عرض میکنم خدمت خانم ها آقایان بینندگان گرامی. این کتاب واقعا به نظر من، نه اینکه من تصحیحش کردم، به دلیل اون تصحیحش کردم، بی نظیره، کم نظیر نیست. زیرا در ایران من کسی رو نمیشناسم که روسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی توجه میفرم و عربی رو به حد اسکندری بدونه، در حد به اصطلاح خواندن و رجوع به مراجع و بعد حرف زدن و به اصطلاح به کاوش که ایشون انجام دادن. همون جور که فرمودید ما رسیدیم به آخرین بخش این کتاب که بخش 4. مدخلش رو خوندیم، رسیدیم به فصل اولش. الان در فصل اول این کتاب هستیم. اینجا اسکندری زنده یاد نشون داد که ضمن اینکه تئوری مارکس بر اساس اقتصاده، ولی نقش جنگ را هم برخلاف اون دیدگاه استالینی که از اونجا بیرون نمیاد، مارکس به خوبی بهش توجه کرده و تحول و تغییر و تأثیری که موضوع جنگ به طور کلی داشته، نکات زیادی رو هم میشه بهش اضافه کرد. از جمله اونا چیه؟ مرد تباری، پدر تباری و مرد سالاری نتیجه جنگه. در کمون اولیه خانم، مادر هر مادری، پدر معلوم نبود، همه برادر بودن با هم، همه خواهر بودن با هم. و دوره غارنشینی و اسطوره است. کسانی که الان به شاهنامه فردوسی رجوع میکنن در واقع به عصر غارنشینی برمیگردن. اسطوره محصول اون دوره است. بله. وقتی به دلیل زنان در کنار مغاره ها، غارها، اینا همه در کتاب اسکندریه، زنها باعث شدن که هم حیوانات اهلی بشن، هم اونجا کشت و کار انجام بگیره. انسان به جای اینکه مثل حیوانات از طبیعت بخوره، تولید کرد. بله. هم دامی، هم به اصطلاح دانه ها و گندم، و اول جو بعد گندم و غیره و میوجات و غیره. بعد از اون این 12,000 سال پیش شروع شده. در ایران هم اسکندری اینجا نشون داده 2 ده هست که از روی آتش‌های اونجا کربن 14، تپه سراب و تپه آسیاب در استان کرمانشاه 11,000 ساله، یعنی 1000 سال عقب‌تر از آغاز روستانشینی هستش که گندم و جو هم احتمالاً در آنادولی اهلی شده از نظر علم ژنتیک. اولین شهر دنیا
که تمدن مداوم داشته. ممکنه شهرهایی رو پیدا بکنیم که پیش از اور سومره، اما تداوم نداشته مثل اون و به دیگران نداده و این تمدن رو به قول گهواره تمدن ویلدورانت میگه واقعا سومر گهواره تمدنه، نخستین دولت، نخستین خط و مداوم خط میخی تا بعد از میلاد هم یه نادر نوشتن، ولی حداقل تا انقراض هخامنشی خط رسمی تمام منطقه است که یونانی وارد میشه بعدا و در ایران خط میخی از بین میره، اونم سومرها کشف کردن. به هر حال و احتمالا از چنان که گفتم از دامدام چشمه ترکمنستان که خوش شده اومدن در کنار دجله اولین شهر رو 6000 سال پیش 4000 قبل از میلاد تأسیس کردن و 3200 قبل از میلاد به لطف سومری ها شوش 4 دهکده به هم چسبیده شهر شوش درست شده. به شهر من به این تمدن استعماری غربی خطاب کردم یه بار در سخنرانی که برخلاف سومر که تمدن رو به زور میداد، شما اومدید در آبادان، بریم آبادان و در بامبئی ورود سگ و هندی ممنوع است، ورود سگ و ایرانی ممنوع است. تابلو زده بودن، فقط سوپورها حق داشتن صبح برن اونجا رو تمیز کنن. به من نشون دادن، یه دوستی به اصطلاح بود خوب بلد بود نشونم داد. بله، به هر حال فرانسه هم وقتی از الجزیره خارج، وقتی الجزیره رو گرفت، این رو من از استادم یاد گرفتم، الجزیره باسوادتر از فرانسه بود، یعنی تعداد باسوادهای الجزیره از دهکده ها خط عربی رو میخوندن با قرآن و اینا تا شهرها منتها مدرن نبودن، سنتی بودن. اینه که فرانسه غلبه کرد. بله. موقعی که فرانسه ترک میکرد فقط یه پزشکیار اونجا باقی موند، هیچی باقی نمونده بود. 3 جور مدرسه داشتن: الجزایری، اروپایی و فرانسوی. بله، بگذاریم استعمار دیگه. بله بله. بله، من شروع میکنم به دنباله عرض خدمتتون همون فصل اول از الواح مربع شکل قدیمی مربوط به نیمه دوم هزاره چهارم که به منظور محاسبه اشیاء ساخته شده و از خاک رس و گل پخته است، چنین برمی آید که در آن زمان نوع اجناس به صورت علائم مشخصی که مظهر این اشیاء تلقی می شده و میان طرفین معامله مقرر بوده روی لوح قید می شده. نشون میده که چجوری تجارت باعث به وجود اومدن خط شده. بله. کالا که میفرستاده یه چیزی میکشیده، اونم میدونست اون طرف مقابل که مثلا 10 تا از این فرستادم. بله. توجه میفرمایید؟ الان به شکل کدها و رمزها میاد به دیجیتال. بله، این آغاز ما، این آغاز 1004 میشه 5000 سال پیش تقریبا. بله. و سپس برای تضمین محتوا روی آن مهر میخورده است. پیدایش خط رو در رابطه با تجارت اسکندری بررسی کرده و جنگ هم بسیار موثر بود در پیدایش خط.
همین شیوه و مالیات گرفتن، بله. همین شیوه حساب اشیا به وسیله مظاهر مجرد آنها در گلوله های میان تهی نیز به کار می رفته است، بدین سان که قطعاتی به شکل مخروط، مربع، هرم و غیره مظاهر اشیاء معینی به شمار می رفته است. بله. مثلا مربع که می کشید یعنی فرض کنید گندم فرستادم، بله. مثال اونجوری. بله. که بر حسب بزرگی و کوچکی قطعات مزبور تعداد یا مقدار اشیاء فرستاده شده هم معلوم می گردید و در درون گلوله های مجوف قرار داده می شده است و سپس روی گلوله را بسته، گلوله های بسته شده را مهر می زدن که تقلب نکنن، کم و زیاد نشه، زیاد که نمیشه کم نشه. اگرچه این علائم هنوز خصلت خط تصویری نداشت، خط سومری اول تصویری بود، پا میکشید، خورشید میکشید، بعد تبدیل به یعنی پیکتوگرام بود مثل مال مصری که شکل میکشیدن. بله. اگه پشت سر بود یعنی میره، اگه روبروه یعنی میاد. فرض بفرمایید همون خط تصویری یا هیروگلیف. تصویری، بله، بله. پیکتوگرام. بله. بعد این خط تصویری تبدیل به ایدئوگرام شد مثل مال چینی و ژاپنی کنونی. یه چیزی میکشه، چینی به زبان چینی اونو میخونه، ژاپنی به زبان ژاپنی. اون علامت یعنی اون میگه خانه، یکی میگه اف، همون علامتو. دقیقا. توجه میفرمایید؟ یعنی الف باشون یکیه؟ الفبا نداشتن خانم دکتر. نه، منظورم اینه که این نشانه ها رو اگه به جای نشانه های بسیارش چون از ژاپنی از چینی گرفته بسیارش مشترک، منتها به زبان خودشون. یه مقدارشون مشترکه. کره ای هم همون جوره. بله. ویتنامی هم قبلا اونجور بود، بعد تغییر دادن. هوشیمین جزو معدود افرادی بود که اون خط قدیمی رو میخوند تحت تاثیر چین. بله. بله. و سپس روی گلوله های بسته شده را مهر می زدن که دست نبرن. اگرچه این علائم هنوز خصلت خط تصویرنگاری را نداشت، ولی از موجبات پیدایش خط تصویری و روند تحولی آن حکایت می کند. یعنی مربع، مخروط، هرم، اینجور چیزهایی که می سازد بعدها تبدیل به خط تصویرنگاری شده. اینک خود مهره‌های استوانه‌ای مربوط به این دوران در شوش کشف نشده. این که ببخشید این در سومر کشف شده. اونا میگه این که خود مهره‌های استوانه‌ای مربوط به این دوران در شوش کشف نشده و فقط الواح و گلوله هایی که روی آنها مهر خورده به دست آمده، دلیل آن است که مقادیر بسیاری غلات و مواد دیگر از مراکز روستایی به شوش وارد می شده و در انبارها ذخیره می گردیده. ببخشید من گفتم سومر، در خود شوش اینو چیز کردم میگه، ولی در خود شوش از اینا پیدا نشده چون به جای دیگه میفرستادن. صادراتی بوده. صادراتی بوده. بله. اگرچه این علائم هنوز خصلت تصویرنگاری را نداشته، ولی از موجبات پیدایش خط تصویری و روند تحولی آن حکایت می کنند. اینکه خود مهره‌های استوانه‌ای مربوط به این دوران در شوش کشف نشده و فقط الواح
و یا گلوله هایی که روی آنها مرغ خورده به دست آمده، دلیل آن است که مقادیر بسیاری غلات و مواد دیگر از مراکز روستایی به شوش وارد می شده و در انبارها ذخیره می گردیده. این امر خود لزوم وجود سازمانهای اقتصادی و اداری مشخصی را برای دریافت، ارسال و ثبت و ضبط و محاسبه واردات و صادرات میرساند. اونم که بهش میرسیده، اونم یه چیزی مینوشته که اینقدر به دست من رسید. و همین قاعده تا دوره هخامنشی هم رایجه. یه کسی رو که میفرستادند، یه نفر بود اسمش فرانکه بود، جلو داریوش واسطاده، دستشو اینجوری جلوش گرفته، اون اسمش فرانکه است، مثل فرانسه بله. فرانک، بله، فرانسه. بعد اون یک گل پخته نپخته رو می نوشت مثلا ضیای صدرالاشرافی رو میفرستم مالیات فرض بفرمایید مصر رو بگیره. وقتی میرسید اونجا، هر چی میدادن زیرش مینوشتن به خط میخی، یه ایلامی، نه پارسی باستان ها، زبان ادمنستراسیون هخامنشی ایلامیه هنوز تا انقراض هخامنشی. 10,000 لوحه‌ای که در گنجینه هخامنشی هست همه به زبان ایلامی، هم اینجوریه. یه خانم آلمانی، استاد هاید ماریکوخ، اون را خوند، یه کتابی نوشت به نام از زبان داریوش، بر اساس اون کتیبه ها، بر اساس اون کتیبه های ایلامی. میفرستادن، اون خانم توضیح میده، میفرستادن اونا مینوشتن اینقدر غله، اینقدر گوسفند، اینقدر گاو، اینقدر فلان فلان بهش دادیم و پول مهر میکردن، میپختند بله. که دیگه نمیتونست دست بزنه. اونا اون کارو تغییر میکردن، بده. بله. کسی توجه میکن، بله. میپختن میدادن دستش، میگفت ببر اینا رو تحویل بده. بله. یه بارم مهر گم میشه، اون فرانکه به همه جا چیز میکنه که اون مهر قبلی اگه بیان بگیرن ببرن ندید بهشون. بله. آثاری که از کاوش های شوش به دست آمده نشان میدهد که در آغاز شهرنشینی اواسط هزاره 4 پیش از میلاد، روستا شهر بودن، بعد شهر روستا میشن. یعنی چطور آقای دکتر؟ خانم دکتر، اول ده، یعنی مزاره هم داشتن، بله. چیز هم داشتن، وقتی که اون میشه شهر روستا. ولی وقتی که شهر میشه دیگه مزاره به باغات تبدیل میشن. آثاری که از کاوش های شوش به دست آمده نشان میدهد که در آغاز شهرنشینی، داخل پرانتز نوشته اواسط هزاره 4 پیش از میلاد، سبک سفالسازی و تزئینات قدیمی مربوط به آن یکباره تغییر یافته و سبک جدید یک نواخت و بی‌ظرافتی جای آنها را گرفته است، به طوری که آثار مزبور گواهی میدهند این ظروف سفالین تازه واجد ویژگی سبک معروف به اروک بوده و در کارگاه های ویژه‌ای به مقادیر فراوان ساخته می شده. یعنی وارداتی هن از سومه. اولین شهر دنیاست. اروک یعنی اور کوچک. بله.
که در 3300 قبل از میلاد اولین بار خط در این شهر کشف شده در دنیا. خط تصویرنگاری، پا میکشید، قله میکشید، خورشید میکشید، ماه میکشید الی آخر. همونا حمله میکنن اون 4 محله شوش رو تبدیل به هم میچسبونن، شهر شوش رو میسازن. شهر اروک حمله میکنه. بله. این ظروف سفالین تازه واجد ویژگی سبک معروف به اروک بوده و در کارگاه های ویژه به مقادیر فراوان ساخته می شدن. به نظر می رسد که این تغییر سبک وابسته به نیازمندی های بازار خارجی بوده و به همین جهت برای تولید سریع و فراوان آن تزیینات سنتی قدیم ترک شده است. به جای اینکه نقاشی بکشن روش خوشگل بشه، به اصطلاح اون ظرف سفالین دیگه اونجوری نبوده، صنعتی بوده به اصطلاح. وجود تقریبا همزمان این تغییر در برخی دیگر از نقاط ایران از جمله سیلک کاشان و تپه حصار این فرض را تایید می کند. کدام فرض را آقای دکتر؟ بله، کدام فرض را؟ که این ایلامی ها دست کشیدن از سفال سازی سنتی زیبای بله، خودشون برگشتم به صنعتی را. و مال اروک رو وارد کردن که تجارتیه. بله. تردیدی نیست که مجاورت با تمدن‌های پیشرفته بین النهرین هنوز شوش دولت تشکیل نداده، چیز نداره، خیلی پیشرفته نیست اونجوری، در تسریع تحول جامعه شهری شوش تأثیرات مثبتی داشته است. ولی چنانچه سابقا نیز گفته ایم نمیتوان صرفاً بر پایه این واقعیت تحول درونی جامعه شوش، اصالت تمدن آن و علل اقتصادی و اجتماعی را که موجب پیدایش ویژگی این تمدن شهری شده نادیده گرفت. اینو بگم، ایلام تنها تمدن، واقعا قابل افتخاره، تنها تمدنیه در عصر باستان که جنگ باعث نشد زن در هخامنشی شما 2000 تصویر تخت جمشید یک تصویر زن وجود نداره. ما نمیدونیم تصویر زن هخامنشی چه جوریه. در مستعمراتش دوتا پیدا کردن، اونا مال اوناست، نه مال شازده های خانم های هخامنشی. و در حالی که در ایلام مادر تباری باقی ماند تا انقراضش. هر شاهی به دلیل مادرش شاه شده، پسرش نمیتونه شاه بشه. سلطنت ارثی نیست، از طرف مادر ارثیه. بچه های خودش مال زنشه. خواهرزاده رو که روگان میگیرن، نه پسرشو. و از تبار مادریه که اشاره کردم ولیعهد شوش شاه میره تبدیل اگر لایق باشه ولیعهد ایلام میشه، ولیعهد ایلام اگر لیاقت نشون داده تبدیل به شاه میشه. یه نفر باز از خانواده مادری اینا ولیعهد شوش انتخاب میکنند. سلطنت اینجوری انتخابی غیر موروثی است. بسیار زیباست خانم دکتر. بله. یعنی
اصلا در دنیا تکه. همه اینا رو هم زنده یاد اسکندری در آورده، دستش درد نکنه. بسیار ارزشمندم. بله. تردیدی نیست که مجاورت با تمدن‌های پیشرفته بین النهرین و تسریع تحول جامعه شوش تأثیرات مثبتی داشته، ولی چنان که سابقا نیز گفته ایم نمیتوان صرفا بر پایه این واقعیت، یعنی تأثیر همسایه ها، تحول درونی جامعه شوش، اصالت تمدن آن و علل اقتصادی اجتماعی را که موجب پیدایش ویژگی این تمدن شهری شده است نادیده گرفت. شوش واقع در محل تقاطع جهانهایی که آنها را در شخصیت ویژه خود فرو می برد. شوش واقع در محل تقاطع جهانهایی که درست تجارت به هم میخورده، چند راه تجارتی، بله، آنها را در شخصیت ویژه خود فرو می برد، یعنی حل می کرد. حرکات خارجی را بدون مقاومت نمیپذیرفت و غالبا به عکس روی همسایگان خود تأثیر متقابل داشت. چند نقطه: استقلال شوش از سوی دیگر در تأثیری که شوش در هنر و حتی شاید در نهادهای کشورهای غربی نموده است مشهود است، زیرا به نظر می رسد تصویر شاه کاهن، گفتم که ایلام تنها تمدنی است که سلطنت از دل روحانیت بیرون اومده. در بعد از ایلام خان نظامی ایل حاکم شاه مملکته. ایل پارس طایفه پازارگات عشیره هخامنش. بله. ایل اوغوز، دو تا امپراتوری قبل و بعد از اسلام رو میگم. ایل اوغوز طایفه گنک عشیره سلجوک. گولو گولو همه اینا مثل عین همن، قاجار هم افشار، فرق نمیکنه. سه تا استثناس: غزنوی، صفوی و پهلوی. گفتم در غزنوی افراد از ایل اومدن اما مال یه ایل نیستن، هر کدوم از یه ایل آورده شدن برای جنگ. شخص چیز اخلاق ایلی دارن ولی حرم ایلی وجود نداره، خان و بگ و غیره وجود نداره. در صفوی هم مرشدهای ایلات قزلباش هستن، خودشون ایل نیستن، از شاه اسماعیل تا شاه سلطان حسین. آخریش هم که پهلوی رضاشاه دشمن ایلات بود، ساختار ایران رو به هم ریخت، ایلات رو تخت کاپو کرد به نام تمدن. اوج توحش بود. چرا؟ این از دوره ایلام، این مثلث همزیست ایل و دهوشهر که من به خاطر یک روستایی اونو پیدا کردم و تز من به روستایان همدان تقدیم کردم. روستایی دیدم اسمش عمر آباده. گفتم سنی هستید؟ گفت نه. گفتم بس چطور اینجا عمر آباد شما ترک ها اینجا نشستید؟ گفت ای آقا اینجا از زمان عمر آباد، اونورم ده سرده وقاص وجود داره. رفتم اونم پیدا کردم. 170 سال پیش اینجا تا اون اومده بود، ده خالی از سکنه بود. ما اومد ایل کوچرو بودیم اومدیم ساکن شدیم. من باز نفهمیدم. گفتم یعنی چی؟ گفت چوچره الی دختا، ما ایل کوچرو بودیم. چرا؟ یه مرتبه جرقه تو ذهن من زد که ایل دهنشین شده، ده هم شهرنشین شده. همدان 6 تا ده به هم میچسبه، همدانه، مثل نمکدان. بله.
اون لغت ها در الواح آسوری هنوز هخامنشیان پاشون به ایران نرسیده، آمدنا ثبت شده. اینه که این مثلث همزیست رو جز با دام متحرک شما نمیتونید از مراتب بهره برداری کنید، تبدیل به خارخاسک میشه اگر دام نچره و اونجا کود نریزه. بله. محل که آب وجود داشته تبدیل به ده شده، مرکز مبادله دهات هم تبدیل به شهر شده. مثلث همزیست ایل و ده و شهر بود ساختار ایران، از ایلام تا صفوی تا قاجاریه. رضا شاه ایلات رو تخت کاپو کرد، محمد رضا شاه هم و مراتع بسیار آسیب دیدن. از جمله قشقایی‌ها به من گفتن قبل از اینکه دامها برسن سمپاشی کرده بودن، همه داماشون مردن و اینجوری با هواپیما. بعدم محمد رضا شاه با اون اصلاحات ارضی غلط با حسن نیت تمام انجام داد، چون ایران رو نمیشناخت و نتیجهش ریختن تو شهرها بله. و این آخوند کشاورزی ناپدید شد. و گفتم برف سفیدی که در انقلاب سفید بارید باعث نزول بهمن انقلاب بهمن شد. بله، و جمله بسیار با مسمای است آقای دکتر. فقط یه سوال در مورد این مرشدهای ایلات قزلباش. این مرشدهای ایلات قزلباش خیلی شایعه ها در موردشون هست، ریشهشون چیه؟ شیخ صفی الدین اردبیلی خانم، شیخ صفی الدین اردبیلی اومده درویش بوده، مرشد بوده و این نسل به نسل ادامه پیدا کرد تا امیر تیمور. امیر تیمور موقع رفتن به جنگ که مسیحی هم تحریکش کرده بودن، همراهش بودن، کاستیل اسپانیا. بعد اونا چیز میکنن، موقع رفتن جد شاه اسماعیل بهش یک شلاق میده، میگه دنیا رو رام میکنی. این به قدری تحت تاثیر قرار میگیره که این میفته در یه رودخانه، دستور داد رودخانه رو برگردوندن، شلاق رو در آوردن خیلی. بعد اومد یلدریم بایزید رو که شکست داد. این 100,000 نفر ایله چیز صفوی رو. قزلباش 6 ایل بودن، همهشون در قشون یلدریم بایزید عثمانی بودن. اونجا اسیر میکنه با طناب به گردن میاره، اینا فکر سلطنت بودن. میگه میاد تشکر کنه ازش. این میگه بین این چیزای تو، اسرای تو، مریدای من وجود دارن. میگه چقدر؟ میگه همهشون. میخواست ببره به سمرقند، میگه که همه رو نمیدم، به اندازه ظرفیت خانگاهت. خانگاهش 2 تا در داشت، از این در وارد میشن، از اون در خارج میشن. همه رو میبخشه، همونا شمشیر زدن، شاه اسماعیل رو به سلطنت رسوندن. 2 تاش هم قاجار و افشاره که خودشون به سلطنت رسیدن. اینانلو، استادلو، بیات، زلقدر، اینا اسماشونه. ایل بیات دیگه. بله، الان هم بیات داریم دیگه، فامیل بیات. بله خیلی همه جا هست. این رم زنده یاد سهند بلوت گرچولو به من گفت که حرفه بیات ها موسیقی بوده. به این دلیلم بیات ترک، بیات زند، بیات بیات شیراز. شیراز، بیات فلان، بیات فلان. بله. بله، از اونجا میاد. بله. و ایشون به من راهنمایی کرد، استاد بود. ولی ما به شهرت‌هایی به نام، حالا که در حاشیه هستیم، به فامیل هایی داریم که با لو تموم میشن. من گمان میکردم اینا باید ریشه ترک داشته باشن، از مطلبی که گفتید برگردن به اون دوران، ولی میتونن فارس هم باشن، کرد هم باشن. بله اغلب حسن لو، حسین لو، خیلی داریم.
آی دکتر. بله، لوها شاملو. بله. شاملوها کیان؟ غازان خان به دلیل اینکه جدش، با اینکه خودش مسلمون شده بود، به دلیل اینکه جدش هولاکو خان در شام شکست خورده بود از سلطان بیبرس، ام. برای انتقام اون گشون میکشه اونجا که باز شکست خورد. غازان خان هم شکست خورد. یه عده از ایلات مختلفی که اونجا رفته بودن با هم قاطی شدن، ایل شاملو رو ساختن ام. که از شام اومده. ام. روملو در ترکیه است. اونجا رو ملای روم میگن دیگه، روم میگفتن، بله بیزانس بله. بوده. توجه، روملو رفتن اونجا شدن روملو. همینجور که شما میفرمایید درسته. بعضی هم چیز نیستن. ریشه ترک ندارن. بله. بله بله. بله، استقلال شوش از سوی دیگر در تحت تأثیری که شوش در هنر و حتی شاید در نهادهای کشورهای غربی نموده است مشهود است. زیرا به نظر می رسد که تصویر شاه کاهنی که در استوانه های اروک دیده می شود کاملا مأخوذ از شخصیتی باشد که همین نقش را در استوانه های پیشین شوش ایفا می نموده است. ام. زنده اون چیزو تصویرشو نشون دادم که البته خیلی واضح نیست. یه یه خود پایین آخوند. بیارید آی دکتر. بله، بیارید یه خود پایین. بیشتر. بله بهتر شد. بله. یه آخوندی به حالت گنوت داره این شوشیناک رو دعا میکنه. بله. اول آخوندها شهرها که مورد حمله قرار میگرفتن برای غارت محصولاتشون فصلی، به صورت فصلی، بله. آخوندها و شهر فقط میتونستن مردم رو بسیج کنن، بیمارها رو معالجه کنن، کسانی که مردن خانوادهشون رو نگه دارن. رفته رفته که شهر جمعیت زیاد میشه، جنگ به صورت نیمه دائمی و بعد دائمی در میاد، شغل سلطنت از دل روحانیت بیرون میاد. ام. اما همیشه مشروعیت بازوی نظامی دین شاه. بله. بله، مشروعیت رو از اون میگرفت. بله. منم یه مقاله دارم، روحانیت با جامعه جزء کشفیات معدود منه، کسی متوجه نشده اینو. روحانیت با جامعه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر. ام. از ایلام امامه در عربستان وجود نداره، لباس عربیه. پیغمبر اسلام قبیله مسلمون میشد، میومدن میپرسیدن انتم محمد، خودمون مثل آخوند بالای منبر نمیرفت. ام. پیغمبر بله. خودش هم میگفت، درستم میگفت، شرف المکانو بالمکین، محمد هر جا بشینه اونجا بالا صدر مجلسه، ام. هر جا خالی بود میشست، دایروی هم میشستن. پیغمبر، اخلاق پیغمبر باعث شده این اسلام به این عظمت برسه. اگه مثل آخوندا بود پیشرفت نمیکرد. خیلی درست. روشنه. و اونجا این لباس از ایلام، امامه و ردا تا به امروز باقی مونده. عبا از عربی اومده. ام. اینا دائما دیناشون رو عوض کردن، خداها و مراسمشون رو عوض کردن، حرمت امامه و ردا رو حفظ کردن. ام. اونه که عنوان مقاله رو گذاشتم، روحانیت با جامعه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر. اینو کسی متوجه نشده بود که این آخوند از ایلام باقی مونده. این آقا در حالت گنوت داره دعا میکنه، عین بله. گنوت. بله. بله.
نشون میده چقدر ادیان به همدیگه نزدیکن در واقع. همون قنوتی که اون موقع بودی که اصلا اسلام نبوده ولی خب اون موقع وجود داشت. هر دعا میکرده کنوت نه. بله عیناً. بله و هی خداها عوض میشه، چیزها بله. عوض میشه. بعدم پیغمبر سنی شدن. وقتی هم شاه اسماعیل اومد، همون آخوندهای سنی تبدیل به آخوندهای شیعه شدن. درست. آقای خمینی هم میخواد اونا رو ولایت فقیهی بکنه. بله. آقای دکتر ما باید یواش یواش جمع و جور کنیم. چشم. زیرا به نظر میرسد که تصویر شاه کاهنی که در استوانه اروک دیده می شود کاملا مأخوذ از شخصیتی باشد که همین نقش را در استوانه های پیشین شوش ایفا می نموده است. جالب توجه تشخیص این امر است که تصویر مزبور در زمره نگوشی است که از بین النهرین به غرب انتقال یافته و عاقبت به مصر رسیده است. اونا هم اینن خونداشون چیزه. کارد جبل العراق، زیرنویس 358 پول گارلی، همان اثر. اینجا من تموم میکنم و ادامه میدیم از هفته. ادامه میدیم. خسته نباشید آقای دکتر. شب و روز عزیزان بخیر. شما خیلی ممنونم خانم دکتر.